با کجا می دوی ای پسر؟ چرا سراسیمه ای؟ در خیالم شهر بهشتی پدید آمد که در نزد بحر است. می خواهم با آن وارد شوم. آن می گریزد. چرا بابا؟ تو آنی را دیدی که دیگران نمی بینند. در زندگیت عذاب می کشی. زیبایی باشد و مثل بلبل است. بداری بمیرد. من آن را می‌دارم بابا جان. هی مردم کوهستان، همه به اینجا، به این سو. حالا که این دنیای بے وفا پاورجاز شتابید که خرسندی کنیم و مسرور باشیم. همه به اینجا کارهای بیهوده را پرتاید و از خانه های تاریکتان برآیید. خرسندی میکنیم. به اینجا ای مردمی پاکبرار، به این سو شتاب کارهای محزون را کنار برگاید. ای تیغیزها بادیانشین باجتم چون این هنر را ندیده شتابید تا از رقص بازی آلتین بی بهره برید. این صنم را دزدیدند در کار. بازارگیر است. در بازار بخارا فروختن ممکن، چون این گل نادر ارزشی بلند دارد. می دزدیم؟ بله اونها میخوان که وی رو دزدن، نمیدهیم. آلتین بیبی تستر دار. آلتین بیبی سختر دار. آلتین بیبی های کن تستر. ایگیت ها دریاب کنه. کودک ها را گیرید. خدایا این چه بدبختی بود.
به دست افتادی گرز بی بی بگیدها این وحشی را تومه ماهیان کنید دختر را باشد دفتر بنده اکنون از ما سردی هزارات سبیلا سردی با کی بگویم سردی هزارات بی بی جانم آلت بی بی گرز آلت بی بی آمین اولینش رو وایش رو هم باز نشکنی. بگیر مفضل. آیسته تر بگیر. سلطان سنجر زنی بسیاری داشت، لیکن یگان نفرشان به او پسر نزایید. از این رو تمام عمرش را با غم و اندوه گذراند. این غم و اندوه مرا هم گریبانگیر است. من هم پسر ندارم. روز وزیران مشورت کرده به سنجر مصلحت دادند تا که او بهر پختنی خیشت خمدان کلانی بسازد. در آن خیشت‌های کلانی می‌پختند که با مرور زمان با عنوان خیشت‌های سلطان سنجر معمول شدند. همین طور او اندوه را مغلوب کرد. تجربه کلالگری شما ابداً خواهد ماند. نه دوستم ذوفنون، آن چیزی که به این عصر متعلق است نمیتواند مال عصر دیگر باشد. من صاحب استعداد بودم، اما آن را با شرف و خانه کلان و 3 زن و خوراک و شراب خوش طعم عوض کردم. گمان کردم کاری مرا پسرم دوام میدهد، اما الله میراث برم ارزانی نداد. 7 دختر و 1 پسر، 7 تیر و همه‌اش خطا. غمگین مباشید استاد. شما 50 ساله شدید. طور درخت بیت توت نمی دهد. زنان من در تولد پسر عاجزند. استاد، امروز بازار کلان است. برلاسان حتما کنیزکان جوان و دست نارسیده می آرند. خدا حافظ. روی صفی. خیر. خیر. تو دیدم. با اون طرف بر. کلالگران و سوداگرانی ما توانگرند، زیرا به امیر صادقانه خدمت میکنند. گاهی که سگ از تملق دو میلی کند خوراک میگیرد، گاهی که میجکد لب میخورد. راست گفتید استاد. این حقیقت است. خوشبختانه در محله ما چنین هنرمندان نیستند.
تستر چرخ بزن. ای مسلمانان، اگر زنهای فرتود در دلتان زده باشند با جوانترش بس کن بس کاخی کنید. میوه خواهی را. کبودی تر و تازه گیرید، حلاوت برید. کنیزک ها را بخرید. جفت مناسب گیرید. کنیزک خرید. اوچه این اوست. ها با آن دخترکی با دم چشم نگر. کدام وقت لولی پیشگویی کرده بود که من در آوانی پیری مبتلای عشق خواهم شد. دوستم این اوست. استاد، از زنان بادام چشم هیچ باور نکنید. آنها کاذب و بی‌رحم و فتنه‌گرند. نه، مطمئنم که او به من پسر تولد میکند. هی برلاس، گوش میکنم جناب. برای این سنم چند سو میخواهی؟ شما خواهان این دختری کوهستانید؟ بله. این چشمه حیات بخش است. محترم گیرید. بله میگیرم. رقص کنید، زیباتر رقص کنید. من این بیکارا را به 30 درهم دادم، چه خیر؟ 40 دینار طلا. شیل دینار بیا به این طلا. طرف. و این دختر مال حلال گران خودتان. میپرسی. و کجا مینگری؟ این سو نگاه کن. ای نه، وای حالا سیبی ناگزیده است. استاد، او برایتان بدبختی میارد. نه دوستم، او با من پسر میکند. گیر برلاس. تشکر. تشکر. بگیرید این نالی را. بیارم. پشیمان نمیشه. تشکر. گیره دورا. گیرید. کار هم بود شد. اکنون تو از منی، من خوجه نه هرگز. چشمانی زیبا داری دختر. من الکی کمپیرم. او نه، حالا تو با من پسر میزایی که چون تو بادام چشم باشد و چون من چیره دست. نه. و او نامبردارم میشود. رفتیم. وقتی کلاه گرم و خانی هرچی گران دارد. شما عنوان پرشرفی مردان بخارایید. شمشیر سلیبداران در من محفوظ است. نخور. تنها شما لایقانید. توفهتان میکنم. تشکر. پولش را گیرید. این توفه است. منت دارم. بگذار این شمشیر لاتینی دلی عدو را پاره کند. کشید مرا. چشم دیدنتان ندارم. استاد، امروز برایتان روزی با برار بود. هم کنیزی زیبا و هم شمشیری لاتینی. حق است و راست دوستم. من در یک روز صاحبی عشق و مرگ شدم. آنها همیشه همراهند. بسان آدم و سایه. بیسری میکند. باکی نیست، عادت میکند. مار ناز کمتر کن. بیا آقای پیر، شما رو چشم دیدن خیز میگویم. دیدم نمیخوام. باز تو نگذی. کنیز ساک حرامی. شد تو حق نداری. من اون رو نداری میکشم. از برای این کنیزک؟ از برای این حرامی؟ بله، دوستش میدارم. راو زفنون. راو. تشکر دوستم. خیز دخترک. رفتیم. انا همین طور دوست دشمن میشم. عشق زنجیر آدمانی خوب، صدقه کنید.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام مکیز فنون. من نون میخوام. کمتر طاقت کن. مهری با مهمان چای دم کن. خوب شده است، حضور میبرم. بگوی عشق چیست؟ بزرگان درباره آن چی میگویند؟ در عشق آرامی جوستن آیا رهگمی نیست؟ زیرا عشق داروی و درمان ندارد. حافظ میگوید من بنده آن کسی که ذوق دارد در گردن خود ز عشق طوق دارد. تو لذت عشق و عاشقی کی دانی؟ این باده کسی خورد که ذوق دارد. استاد، شما ترک کار کردید. کلالگران شاگردان شما عصیان برداشتند. امیر از شما ناراضی است. کسی که عاشق شد با او قدرت لازم نیست. تبریک، منبت تو سرداری. این را به همه اعلان نما. ممنونم استاد. من یک عمر در خدمت شمایم. مرا باشد با او گذارید. او با من پسر میکند. نگاه کنید وای چه خیلی زیبا میرقصد. خوجایی نوشید خوشتب شدید. زمانی با من همچنین می نگریستید. همش میگذرد رجب گل. لیکن چرا الله به من در پیرانسالی هم عشق را روا دید؟ مرگ در چهره این کنیز دنبالگیرتان آمد. یا شما نمی بینید؟ مگر کور شده اید؟ او خودی مرگ است. مرگ است. پس من مرگ میخواهم. مرگ را آغوش گرفتن میخواهم رجب گل. در این سن و سال از خدا و رسول یاد کنید، نه اینکه مثل جوانی مبتلای عشق جنونی بسازید. او در یگان وقت به هیچ وجه شما را دوست نخواهد داشت. تنها با زوری میتوانید به او رسید. جایی که زوری است عشق نیست. موی سفید بدت میبینم. چشمی دیدن ندارم. خواه نخواه من از تو میگریزم. گوش کن آلتین بیبی. تو به من پسر میزایی و به خدا قسم زولانه تیلا را میکشایم و تو را به عشق کلت رها میکنم. خوب شده است. من راضیم.
الها خدا به تو اقبال دهد. بله. تو چه خیل زیبایی دخترم. ما تو رو دوست می‌داریم. ها دخترم. ای پروردگاری بزرگ، از گناه منی عاجز گذر. کمکم کن که در زمین نشانه داشته باشم. پسر عطایم کن. دستت رو ده. بیا بیا دخترم، به این سو. خدایا چقدر زیبایی. تو فرمان برداری. نزدم بیا. سرده. ای همشهری، این پیر سالق خودت را پرتو. بیا با ما بایسیقل میرویم. رفتیم. انا به این شعر به شوهر میبروی دامادی لایق ها؟ انا به تو. تو چی دیوانه شده ای؟ چی دندانگیز میکنی؟ ای خواهر جان رفتیم. مردم، اگر شما شبهه برستخیز دارید، فکر کنید که چگونه شما را از خاک آفریدند و بعد یا الله به من پسر عطا کن. خوجاین، امیری من، خوجاین، او به شما پسر تولد کرد. یا یزدان پاک با او اقبال ده. خودم دایه بودم، پسر بوز بلو وزنین است. احوال آلتین بیبی چون است؟ او حتی فیغان نکرد، چنان سنگین
قریب زنجیری طلایی رو میکند. مثل گرگ است. میخواهم پسرم را بینم. من زنجیر طلایی را خودم میکشایم. آلتن بیبی، جگری من خوشبختم. حالت چطور است؟ من برایتان پسر تولد کردم. شما باید مرا رها کنید. بله، تو اکنون آزادی آلتن بیبی. اکنون تو نمی گریزی، زیرا اکنون زولانه طلایی تو فرزند ماست، همسری من. خوجایین، شما باید این خانه رو ترک کنید تا که ارواح‌ها نگریزند. تولد هم به مثل مرگ آرامی رو میپذیرد. به چشم، نزد دوستانم میروم. این شادی را با هم میبینیم. شما باشد زنهای من، فرزندم را احتیاط کنید. کمتر مرهم نوش، عصبانیت آروم میشوند. خداوند به دادت رسید. بله. و پسر داد. شکری الله. افسوس که از کنیز تولد شد. من شکاری پرنده آزاد را میپسندم، نه پرنده در قفسی زرین بسته را. لیکن شما کنیز را با زنجیر طلا بستید. به مثل سگ. تمام بخارا از این حرف میگوید. وارثی اصیل نباید از کنیزی بازار تولد شود. از گربه بیخانه. پسرم، تو در پیش چشمانم کلان شدی. تو حلوای غژدوانی را دوست می داشتی که من برای توی و برادرت می آوردم. تو این را فراموش کردی پسرم. اینقدر سال دوست بودیم، اکنون در دم مرگ دشمن شدیم. خدا حافظ ذوفنون. خیر دوست. من او را میکشم. او خانه ما را تحقیر کرد. آرام شو. من او را همچون سگ میکشم. نشود به خون ریزی. خودت را به دست گیر. وی مهمانی ماست. عصبی نشو. در گذری ما هم توی می شود. خوجین من، حاکم من. چی؟ او گریخته رفت. پسرش را پرت. گریخته رفت. کودک میگیرید. شیر میخواهد. گریه بگو. حتی خلعتش را نپوشید. چیزی که در تن داشت با همان گریخت. شمشیر. برای چی خوجین؟ شمشیری مرا بیاره. شمشیر! 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 خوجین! خوجین! ایستا. رحمی کودک را خور. ایستا. آلتن بیبی. آلتن بیبی. ایستا میگویم. آلتن بیبی. ایستا.
من تو رو همگی یک بار دیدم. بیا از دیدارت سیر شوم. مادر جان، تو در این دنیا از همه زیباترینی. نه نمیخواهم. مادر و مردم نزدش می رفتند. او با آنها محصولات کلاهگری، ارمغان و ارژنگ های بیشتی تحفه‌شان می کرد. در قصرها، مدرسه و کاروان سراهایی با دستی او ساخته شده محصول ایجاد او محفوظند که عمری انسان را رنگین می کنند. ستاره آسمان، ابری بهاری برگهای آلوچه شکفته یا اینکه نسیمی فارم صبح دریا را هیچ فروختن ممکن نیست. همه بایگری نیست می شود و خیرد و زیبایی ابدی است. این را بین. کوزه من کج شده است. آن را راست کردن لازم نه پدر. بر من کوزه های کج و کله بیشتر معقول است. آنها به پرنده های زخمی لنگیده شباهت دارند. در آنها حیات بیشتر است. تو معماری بزرگ میشوی پسرم و بهر من مقبره محتشم میسازی. پدر جان، بینید درخت سیب گل کرده است. ای کمپیرکی بدبختم، ما در خواب ماندیم، آن گل کرده است.
ayıtıp ulan baradım ayıtıp kaçımdan adam altınday bolun ömrüm armanım arman. پسرم تو این ترانه را از کجا میدانی؟ وقتی سرخوشید همیشه همین رو میخوند. پدر مادرم کجاست؟ او فوتید همان شبی که تو را تولد کرد. میگویند شما او را با شمشیر لاتینی کشتید. کی گفت؟ این تهمت دروغ است پسرم. تو هم مثل مادری رحمتیت بیرحمی. پس شمشیر لاتینی را گیرید و مرا هم کشید. تو سلام استاد. سلام علیکم. دوستم زوفنون باز با پسرانش، چه خوشبختی. ببخشید من گناهکارم. بخیز. این سالها همیشه شما را یاد میکردم. معذور دارید. آخر سفری آخرتمان نزدیک است. ما نباید در این دنیا قهری باشیم. با که نیست دوستم زوفنون. من همین سالها منتظرت بودم. به این خانه خالی کیهات را بخشیدم. به تو زیق بودم عزیزم. مرحمت به خانه درآییم. فرزند شما ورد زبان بخاری هاست، بسان نور خورشید در شفق. میگویند که به مرخانه ما پرنده بهشتی تشریف آورده است. آیا از کنیزی بازاری میتواند چنین پسر تولد شود؟ از محبوبه زنجیر پیچ. استاد، آوازه پسرتان تا به گوش امیر بخارا رسیده است. میخواهند که مصوری جوانی چیرده است دیوارهای قصر نو را زیب و زینت دهد. بله. ممکن است بینیم؟ چرا نه؟ بفرمایید. تشکر استاد. تشکر. 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 خدایا، نخواد این محصولی دستی پسر بچه 12 ساله باشد. استاد، شاید تأثیری دستی مبارکی شما نیست. نه زوفنون، چه حاجت باشد به شمع در روز آفتابی بهاری؟ خودم از کارهای قلبکیم خجلم. آخر کلالگران و رسامان ما نمیتوانند از روی بچه شما گرسنگی کشند. آنها خوردن، نوشیدن و نفس میخواهند. چیکار کنم؟ در زمین به همه جای میرسد، هم به پیلان و هم به موران. مانی کجاست؟ میخواستم او را ببینم. مانی در حولی است. رفتیم دوستم. مانی پسرم. من اینجایم پدر. بیا پسرم، مهمانان را استقبال کن. با من مهمانان شما معقول نیستم پدر. چشمان حریصانه دارم. چی؟ مانی. الله با او نه تنها استعداد بزرگ بلکه یک روی بزرگ هم عطا کرده است. من کاذب نیستم مثل شما. سر، آوازه ای استعداد تا به امیر رسیده است. او میخواهد که حرم او را تو نقاشی نمایی. حرم برای عشق است، نه برای نقاشی. کودک حق است. یعنی که شما تکلیف امیر را رد میکنید؟ بله.
استاد، این سخنها را به امیر رسانم؟ خفه نشو دوستم. به گپی کودک داده نشو. خودم او را میبرم. باشد. انتظار میشویم. خدا حافظ. هنرش را دیدیم. شکی نیست او ساحر است. الکه کل بخارا از او حرف میگوید. امیر به او از کاری از همه بلند ارزش را میدهد. ما به سپاریش میمانیم. کودکانمان از گرسنگی هلاک خواهند شد. حالا که امیر کودک را هنرش را ندیده از کار کردن لازم. یک مسئله است. اگر همه عاقلان کشته شوند در عالم ابله نمیماند. حق بر جانب گوینده است. چوجه را در لانه باید فشار آورد تا آنه که نپریده است. چرا تا کشتن؟ تو بی‌رحمی. از قنات محروم کردن کفایه است. از قنات فهمیدی؟ برای خوردن انگور تمامی تاک را شکستن نشاید. یک خوشه کفایه است. فهما؟ فهما پدر. پنجه اش را. Etaganda. Ma. مونی؟ حاضر آچه جان. اینجا بیا. کنی اینجا بیا یک فالت بینم. میخوای بفهمی که تو رو چی در پیش است ها؟ گفرو خودم میدونه که مرا چیز در پیش. حولای شیرین چی؟ نمیخواهی؟ مردی اصل شیرینی را نمیپسندد. بلوچه کودک است و الکه دانشمند. در بورای مادرت دانستن میخواهی؟ در بورای مادرت گفرو
مادری مرا از کجا میدونید؟ ما لولی ها همه چیز رو میدونیم. اینجا بیا نترس. اینجا بیا. یعنی مادر من زنده است؟ بله زنده. کنی دستی راست رو فعلا یعنی پدرم او را با شمشیر لاتینی کشته است؟ او پزمانی دوست. انا دستی راستم. چگونه دست، چگونه چشم، چگونه خاموش. وای اینجا پشتی دست. شما چیکار کرده است؟ سردهت مرا. نه سردهت. بگوزن تستا. پدر جان. تاکسیحت و خوش را باشد چیندیم. دیگر خدا دادی بخارا نیست. اکنون ما آرامانه زندگی میکنه. بین باز همان درویش حاج ذوالفقار. هی کن همچین کن. شو چی شد با تو؟ الله انگشتم را مجخ کردم. من هیچگاه رسم نمیشوم. دستت را بلند بردار که همه خونت میرود. اکنون زندگی برایم برنگ است بابا. الله، قیامت نزدیک است. بین مردم مهر نمانده است. حسودی آنها را نابود میکند. از این خاطر من میخواهم بمیرم بابا. باز خواستم با جدیات مردم را خرسند کنم. مانی پسرم، تو شمع شبی. برای برادران هم کسبت شب در کار است. در حراسند که تو آبروی نبوده آنها را میریزانی. شان و شرف چی لازم؟ خودم را میکشم بابا. پسرم، الله خودکشی را نمیپذیرد. جای خودکشی جهنم است. کار را با دست چپ هم باید آموخت. آنگاه حسودان پنجه چپم را کلته میکنه. تو بخارا را ترک کن. اینجا صنعتی مغریزانه نیست. اینجا یک دیگر فروشی است. با کجا روم؟ در کجا صنعتی بغرضانه هست پسرم؟ کنیان با کاروانی که توسط راه ابریشی می رود همراه شو. در راه با ایجادیات استادانی بینامی دوچار می شوی که نه از شرف بلکه از زیبایی ابدی فکر می کردن. زمان در بخارا رفیق من شیخ شوکت عبدالسلام عزیز که به یک دست تولد شد و استاد بزرگ گشت. 3 روز سفر و شکنجه او را خیرتمند کرد. تو شیخ را در ملک عرب شام یابی و سلام حاجی ذوالفقار را با او میرسانی. او آدمان را بیشتر از فرشته ها دوست می دارد. او در استاد شوی تو مساعدت می کند. با شام می روم. استاد بزرگ را می یابم. تشکر با شما. راه سفید پسرم. آمین. پسرکه سمبوسه دوست داشتد؟ با گوشت؟ بیا بخور. بیا جانی آچه. تو که سمبوسه گوشتین رو نقص میبینی؟ خون درد است. من دردی کسی رو نمیخوام. آچه پسرم به دستت چی شد؟ دستش رو محیوب کردن. پنجم رو زر کرد. تو دروغ میگویی. کی دستت را مجخ کرد؟ این در رو باید دستم رو مجخ کرد. مانی تو راست شد. من قصاص میگیرم. حالا هم شمشیر برداشته میتوانم. اربکش سرخوش به سرخوش. او من رو ندید. اکنون تو هیچگاه رسامی حقیقی شدن نمیتونی. ولی من یک دست دیگر دارم. من شاید شفقت رو میابم. رسول میشوم و به من با دست چپ کار کردن رو میاموزد. من به تو دعا نمیدیم. تو حالا کودکی مانی. میروم چون درویش ناتوان میروم. پدر من با شما گفتم که من باز یک دست دیگر دارم.
من با راه بزرگ ابریشمی میروم. من شفقت یک دست را میابم و رسام میشوم. او مرا با دست چپ کار کردن را یاد میدهد. تو را به خدا می سپارم و دیدارها به قیامت مرا زمین می خواهد. نه، شما باید مرا انتظار شوید چون برگشتم پس بمیرید. من سیری را برایت می کشایم پسرم. چی سیر است پدر؟ با کاروان توسط راه ابریشم می روی. در زمین قرقیز ها گل از زیبا غیر عادی وطنی مادرت آلتین بیبی آنجاست. تشکر پدر. کوی را میابم و سجده میکنم. الوداع پدر جان. خیر، منتظرم باشید. میخواستم درباره مادرت نقل کنم. لازم نه پدر، نقلش رو شنیدم. مردا انتظار میشه. جونیو جان. اوی پسرکا. یک بار نگاه کن. پسرکا. یک بار نگاه کن پسرکا. چه اندازه بیرحمی پسرم، چون مادرت. الوداع. راه دهید به کاروان. یا الله، پروردگار بزرگ، نگذار که من هلاک شوم در بیابانهای مرگاور. در پناهت نگه دار. کمکم کن که شیخ شفقت یک دست را یابم، چون معمار شوم، در بخارا مسجد بسازم. از این بهتر. کمکم کن، رحم کن. آب بیایند.
آب انگور ده بیاین بیاین آب شیرین ده بیاین آبی بمزه ده بیاین مرحمت کنن آب نوشن مرحمت آب ده بیاین آبی بهیشت ده بیاین آبی یگانه ده بیاین ای مردم بیاین فراموش نکنن حلقتان ترک کنن بیاین مرحمت آب شیرین است بگیر آب انگور است بگیر آب ده بیاین آب شیرین ده بیاین مزه کنن خورسنده کنن بیاین آب نوشن آب ده بیاین آبی بهیش ده بیاین مرحمت کنن مرحمت برادر شیخ شفقت یک دست رو ندیده ای؟ یا کسی او رو میشناسد؟ شیخ شفقت رو؟ نمیدونم در کجاست لیکن آدمایی رو میدونم که او در کجاست آب ده بیاین آب انگور ده بیاین آب شیرین ده بیاین مرحمت کنید نوش جان کنید بیاین وقتی که من شما رو سرگرم کار دیدم پدرم یادم آمد پس من اویله ما شدم تا دمی که حسودان دستم رو بیکاره کردن گیل و رنگ نفسم بودم با آنها میزیستم حس کردم که چون رسام تو در زندگی آهنگ خود را داره نه لازم نه پدر این بخشش نیست پسرم این هدیه پدر بر پسر است بگیر پسرم تشکر پدر شما شفقت یک دست رو میشناسید مگر ماه را ندیده می شود حالا در کجاست؟ او رسام بزرگ است پسر جانم به دمشق رفت حالا وی در آنجا زندگی میکند پس من هم به دمشق میروم او نباید تنها رود باز در راه آسیب نبیند گسیلش کن پسرم همراهش باش احتیاط شو احمد او حیوان پرقوت سیدت رو رها کن بهترش نصف قوتت رو به من ده اون به من ضرور است تا به خلق ایجاد کنم اوه یزدان دستم رو برگردان انگشتانم رو برقرار کن
این نورس از بخارای شریف است. دوستی دیرینه‌تان حاجی ذوالفقار التماس کرد که کمکش کنید. مرحمت، بفرمایید. متشکرم استاد. من باز به عیادت خویش بیمارم میروم. منت داری مرا به پدرت رسون. محمد جان باز بیا. تشکر محمد. خدا حافظ. شیخ، مهمان ها انتظارن. این همسر من فاطمه و دخترم عزیزه. این جوان باشد از بخارا آمده است، از نسل دوستم ذوالفقار. خوش آمدی، خوش آمدی پسرم به درگاه ما. خوش آمدی. دین آنها با تو چی کار کردند؟ دلسیاهی عاقبت دنیا را رسوا میکند. حتی گرگان تو در دوده زندگی میکنند و انسان در جدایی. نه استاد، تا وقتی که به مثل شما آدم ها هستند عالم نابود نمی شود. نیکی مغریزانه نیست. آدمان با آن خاطر زندند که به یکدیگر یاری میرسانند. فکری من همین است. این کیست استاد؟ این عباس بن فرناس. برای عملی کردن غایه خویش نه تنها دست بلکه جانش را داده است. خواست ثابت کند که آدم ذات هم قادر است پرواز کند و هلاک شود. استاد، ضرور است خود را از بحر غایه قربانی کنی که عملش ناممکن است. نه پسرم، اگر خود را قربان نکنی هیچگاه به مرادت نمیرسی. خوشدار باش پسرم، بحر حقیقت ناموس مردن کار مردان است. وجهه يبدو لطيفا سمحا وغرامي فيه قد وضحا يا حبيبا قد غدا يهجر رفقا بالهوى ودع الهوى للمغرمين يطيب يا هجر ماذا تود من الذين قلوبهم تهوى ويلهب صدرهم جمر سيل من العبرات فوق خدودهم يجري بها وكأنه قطر مر على درب الهوى بعذابهم
يصبرون وما بهم صبر. تو چیکار میکنی عزیزه؟ حالا ایست با دستم میافتی. انا با تو. حالا ایست از خود نرو. ما انا با تو. ما بگیر انا با تو. انا با تو. السلام عليكم. دوازده سال شد که تو به درگاه من قدم رنج فرمودی. چیزی را که میدانستم و میتوانستم تنها به تو آموختم. حالا تو از من برتری، یک سر و یک گردن از من بالاتری. من تنها بخارا را میبینم استاد. اکنون خودت استاد کاملی. اینجا تو رو دوست میدارن، همه تو رو میشناسن. امشب از نزد خانه‌مان کاروانی گذشت. من آهنگ آشنا را شنیدم، آهنگ وطن را. با کوچه دویدم و از ساربان پرسیدم کاروان لازمی کجاست؟ گفت بخارا. آنجا مرا قبلگاه هم انتظار است. او به من مرده نمیتواند. به هر حال تو میروی. بله، صبحدم میروم استاد. شما را از خواب شیرین محروم نمی کنم. تاب و طاقت خیر و خوش را ندارم. از شما منت دارم استاد. باییگری انجام دارد، الا بجز خیرد و زیبایی. الوداع.
او پروردگار بزرگ، دعایم را مستجاب کردی. چنان کردی که رسام شدم، از سری صنعت عالی آگاه شدم. شکر الله. به خانه برمیگردم. مرا والدین و وطنم انتظار است. سفرم را به خطر و خودم را در پناهت نگه دار. مانی، مرا با خود ببر مانی. عزیزه؟ مانی، از خردسالی هم دوست داشتم. اینه که به خانه همون آمدیم. آمادم با تو اون طرف دنیا روم. مانی، التجا دارم، مرا با خود ببر. خواهش میکنم. عزیزه، خواهرم، من رسام کمبغلم. عشق ناز برای کمبغلان است. یک دستی که دارم تنها برای ایجاد است، نه برای آغوشگیری. مرا ببخش خواهرم. خیر عزیزه. مانی، انتظارت هستم. خودت را نگاه کن مانی. انتظارت هستم. خودت را نگاه کن مانی. مادرم رجب گل، تو تولیدگری من نهی، ولی مهری مادرانه دادی و نوازشم. با محبت نزدت برمیگردم. پسر جانم، انتظارت هستم. زودتر برگرد. تا تو برنگردی من نمیمیرم. پدر، من در راهم. هم معمار شدم و هم رسام. شرق را تسخیر کردم. سراسر من نشو پسرم. من الکی مردم، اما میخواهم بگویم که مادرت را من نکشتم، بلکه او مرا کشت. از عشق دیوانوار بترس پسرم، که آن خصم است لابلای صنعت. چنین عشق بیماری است، چنین عشق طوفان است، همه را فرو میبرد. جو حیوانی بیشاخ، آنا در اینجا باش.
کیستی؟ شبا؟ این بحر سراب است. من آلتین بیبی. این ایسیخ که آلتین بیبی؟ نامی شناس؟ این ترانه را از کجا میدونی؟ این ترانه را تمام زنان قبیله من میدونن. چرا تو تنها و تنها در ساحل میرقصی؟ من اینجا تنهایم. از این رو نزد بحر میرقصم. پس برای من برقص. برای من تن و روی زیبایت را نما. تو میخواهی تنی زنی بیگانه رو ببینی؟ آیا تو حدیث پیامبران رو نمیدانی؟ من حدیث پیامبر را میدانم. لکتورا اوریان دیدم. پس حدیث قربش را گم کرد. خوب مسافر. تو کیستی؟ من مانی. رسامم. به عشق باور نداشتم چون تو را دیدم و صنعت فراموش کردم. شهوت مرا کشت. تو نه مرا بلکه تنم را دیدی. پس باری دیگر نشان ده آلتین بیبی. از تشنگی میمیرم. بیا و بیار میوه ها را. میوه های با خون پرورده را. وقتی بر آمدن ماه انتظارت میشوم ها. انا در نزد آن مزار. بیشتاب حالا طوفان میشود. اسکل تا سما طغیان میکند. بیشتا جانانه چی نیاز تو را با میوه های خونین؟ بازگیر پسرم. کفایه پدر تشکر. و تو در کارند. کفایه تشکر. بگیر لازم می شوند. تا دیدم پدر. بین باز پشیمان نشوی. خداوند او را در پناه نگه دار. آمین. آلتین بیبی کجایی؟ آواز برار. گفتگی هایت را آوردم. ای آلتین بیبی کجا هستی؟ ای آلتین بیبی راه گم زدن. من گمان کردم که فریبم کردی. میوه های احمر را آوردی؟ آره آوردم. آنجا
дар гӯристон қабри навканда аст. аз кист? ин қабри ман аст. тӯфони даҳшатнок ба корвонҳо марг меорад. ин шаб шаби қадр аст. дар ин шаби қадр ба паёмбар қуръон кушода шуд. бифармоед рассом. меваҳоро кам овардем. бештар натавонистам биёрам. оё ба мо чунин ҳосили сард кофӣ нест барои якшаби зулмот? олтин биби боз об де. дар ин шаб кулли фариштаҳо хайрхоҳ ба замин мефароянд ва то субҳ субот ҳукмфармост. агар имрӯз ман табба шикан шавам, бояд дар он гур бихобам. бирам мусофир, бо роҳи худ бирав. азобам надеҳ. олтин биби, илтиҷо мекунам, рӯятро бинамо ба ман чун китоби муқаддас. ман зиёнат намерасонам. эй ишқи ман, расматро мекашам. ман рассомам. рӯятро бинамо. ман бояд туро бинам. наздам урён биё, ба сони назди кӯл. даст намерасонам, эй ишқи ман. танҳо расматро мекашам, то ки насли минбаъд аз афшурдаи зебоият нӯшиҷон кунад. раҳм кун, раҳм кун, рӯятро кушо. аламовар аст дар назди чашма аз ташнагӣ мурдан. мусофир, кам мева аз ҳосил овардем. гӯри торик марқади ман аст. шармам меояд. ман зани номаҳрамам. оташро куш. не, ба ман оташ дар кор аст. не, рассоми бузург будан намехоҳам. мехоҳам шавҳари мурандаи ту бошам. биё наздам, ишқи ман, биё. охир ту ҳамаги расмамро кашидани будӣ. қасам зада мешавам. оташро хомӯш кун. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. خدا بزرگ است. آمین. олтин биби, ҳамсарам, ман дар баландкӯҳҳо рама мечарондам. лек тавре ки саг падидшавии гургро ҳис мекунад, ман ҳам ҳис мекардам ки ту танҳо нестӣ. оҳ, шафари ман, охир ин шаб шаби муқаддас аст ва то субҳ бояд дар кулбаам сулҳ бошад. تو در قسمت صادق نماندی عزیزم. آن گوری تاریک گوری توست و تا دم خاک آن را نپوشاند آنجا خواهی خسبید. مسافر، باشد که مرگ چون عشق در شبستان آید. آتش را خاموش کن و برو. خدا کبیر است و آدم صغیر. تو صادق نماندی. تو صادق نماندی. تو صادق نماندی. صادق نماندی. و تو رحمم میآید عزیزم. با خوشبینی نخواست گذشت. میوه کم است. من حاضر تو را میکشم. چرا میوه های خشک را کم آوردی؟ کم آوردم. چرا که بنده میوه خون پروردم. بهترش مرا کش. اگر خون میخواهی پس مرا کش چوپان. ولی معشوقه من آلتین بیبی را نرس. بگذار آن گوری تاریک از آن من باشد. آن گور برای زنی خواهین کافته شده است. تو را میکشم و لیک تو خود گرفتاری غضب اللهی. کود هستد که انگشتانت را خواهیده است. معیوبی خدا زده ناکاره. اگر تو مرا نکشی من تو را با این کار میکشم. گوش کن مسافر. گناه کبیره کردم. زمانی به امر قضا و قدر با شوهرم خیانت کردم و از همان روز به او قسم خوردم که به کسی رویم را نشان نمیدهم. اوه شوهرم،
در قسمم نیستادم براکوش. آلتین بیبی دوستت دارم. تمام عمر می جستمت. تو را به کسی نمی دهم. یک جای می میریم. نه مسافر، من باید تنها بمیرم. رفت به حالم گذار. التجا میکنم یک لحظه رویت رو بینما. روز قیامت رویم را خواهی دید. الوداع. تاریخ نام اصلی او را به ما محفوظ نماند. او از چیردستانی بود که سمرقند و بخارا آهنگی خوش و مینیاتوری بهشتی ایپاس و سرود ابدی را به ما میراث گذاشت.